سلام دوستان، به چنل رادیو خنده خیلی خوش اومدید. لطفاً برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک و چنل رو سابسکرایب کنید. ممنون. بریم سراغ ویدیو. الو. سلام آقای مشاور، خوب هستید؟ مرسی، ممنون. من فیلمتون رو توی اینستاگرام دیدم، گفتم یه تماس بگیرم، این مشاوره کوچیکی ازتون بگیرم. چند دقیقه وقتتون اگه ما بدید ممنون میشم. بفرمایید. فدات شم. من یه برادر کوچیک‌تر دارم، این بنده خدا اسیر خود ارضایی و این مطالب شده. چی کار باید بکنم؟ گفتم ببینم چه کمکی از دست شما برمیاد، بگید راهنمایی کنید که من انجام بدم این نجات پیدا کنه. برادرتون چند سالشونه؟ 16 سالشه. درست. شما کجا زندگی میکنین؟ تهران هستیم. تهرانی. بله. کدوم سن؟ آجودانیه. کجا؟ آجودانیه. بلد هستید آقای عنایتی؟ بار آوردن واسه ما آجودانیه، بار ما رو خراب کردن، خونه تازه ساز هستش. آجودانیه این ما. بله. آره. دوست ببین جون. بعد برادرتون تاکید کنیم بله. که خود ارضایی باعث میشه دردها به مشکل در بخورن. بله. و در واقع دیگه نتونن مثلا با یه خانوم رابطه داشته باشن. درسته، یعنی نمیتونه با کسی دوست بشه بعدا. نه، دوستیش به کنار، پس چی؟ رابطه جنسی رو در میگن. جنسی یعنی چی؟ متوجه نشدم من. یعنی که دیگه مثلا با اون طرف که داره ازدواج میکنه و بعدا رابطه میذاره و اینا دیگه نمیتونن با هم صمیمی باشن، رفیق باشن، دعواشون میشه یعنی؟ نه. پس چی؟ دوست ببین بعدها دیگه نمیتونه بچه دار بشه، نه دیگه مذارت میخوام آدمش ساخت میشه. آها متوجه شدم. دیگه اگر این کارا رو بکنه دیگه خدا بهشون بچه نمیده. بله. اگه مثلا هر چقدر دعا هم بکنن واسهشون لکلکا بچه نمیارن. درسته؟ دقیقا. متوجه شدم. بچه که هیچی اردک هم باشه بچه نمیاره. متوجه شدم. بله. خب بعد این راضی نمیشه من این حرفا رو بهش بزنم. شما موقعی که اومد یعنی روزی 2-3 دفعه تو خونه که هستیم به من میگه داداش رو تو بکن اونور میخوام بجقم. منم دیگه روم نمیشه نگاش کنم که، رومو میکنم اونوری میجقه. دوست عزیز ببین شما فردا بله. به برادرتون بگیم بهم تماس بگیره. خب من باهاش صحبت کنم. بله. پس فقط همینو من بهش بگم و بعدش هم فردا با شما صحبت کنه. بله. درسته. پس فرمودید که توی دوستیاش و روابطش و اینا به مشکل میخوره دیگه. من اینا رو حالا بهش میگم، روشنش میکنم. بله. آره. اسم شریفتون چی بود شما؟ من یادم رفت. من عارف هستم. آقای دکتر عارف، بفرمایید. و دوست هست بریم کسی که زیاد جف بزنه چشاش هم یه ذره چیز میشه. چی میشه؟ ضعیف میشه. چی میشه؟ ضعیف میشه چشاش. آره، روزی 1 کیلو هویج میخوره. میگه من دارم از این کار جلوگیری میکنم چشم هم ضعیف نشه. میگه من کاملا منطقی جق میزنم. آقای دکتر یه مقدار با وقار بیشتری صحبت کنید لطفا، من نگرانم واقعا. دوست عزیز نگران نباش. نگران نیستم دیگه. شما گفتید نگران نباش، دیگه نگران نیستم. بفرمایید. ممنونم. مرسی. دوست عزیز ببین من با برادرتون صحبت میکنم. اسم برادرتون چیه؟ امیرجیچ هستش اسمش. چی؟ امیرجیچ. متوجه امیر. آره. آقا امیر الان دانشجوان درسته؟ من میگم 16 سالشه، این سوم دبیرستانه. خب میدم الان چه رشته در میخونه ایشون؟ الان داره معماری میخونه. درست. ببین من باید با آقا امیر صحبت کنم فردا و بهشون مشاوره باید بدم. بله. که دیگه این کار رو انجام ندن. درسته. آقای دکتر شما گوششو بد بکش، گوششو بد بپیچون، یعنی بترسونش.
بترسونش، مثل من میارمش مطب، شما مثل سگ بزنش. نه دوست عزیز من آخه حرف درست درمون تو کلش نمیره، شما به زور بزنش، بیفت به جونش مثل سگ کتک خورش کن. ببین تا موقعی که خودش نخواد درسته. نه من نه شما نه هیچ کس کاری از دست ما بر نمیاد. بله. خب شما جسارتا مدرکتون چی بوده آقای دکتر؟ عذر میخوام. من دکترای مشاوره. ماشاءالله باریکلا. مدرکتون مال کدوم دانشگاهه؟ دانشگاه آزاد اسلامی. آها، آخه من تو این فیلم گفتید که تو فیلمی که دیدم ازتون دیدم فرمودید که مال دانشگاه تیزهوشانه، گفتم اینم دانشگاه تیزهوشان کجاست؟ دانشگاه تیزهوشان هم مقام اول به دست آوردم. باریکلا آفرین. خب من اگه دقت کنی من تو دانشگاه تیزهوشان مقام اول به دست باریکلا، واقعا بهتون تبریک میگم. بفرمایید. حالا مرسی. دوست عزیز من باید با بعدت صحبت کنم حالا. بله. که ببینیم چی میشه، ببینیم خودش قادر به همکاری هست یا نه. اگر قادر به همکاری نبود و نخواست همکاری کنه دیگه مجبوریم به زور متوسل بشیم. دوست عزیز ببین هیچ چیزی رو تو این دنیا به زور نمیشه، کاری انجام نمیشه. ببین آقای دکتر عارف، من با یه دکتر دیگه صحبت کردم، این ختنه کار هستش، کلا ختنه میکنه. با این صحبت کردم، این ختنش هم نکردیم ما هنوز داداشو، خواستم ببریمش اونجا واسه ختنه کردنش پیش این آقای دکتر. گفتم آقای دکتر واسه همه 1 سانتو میبرید میندازید دور، واسه این تقریبا 7-8 سانتشو ببرید بندازید دور، دیگه نتونه این کارو بکنه. گفت نه اونا زیر بار نرفت. آره من خودم با ناخونگیر میخواستم بکنم داستانشو بندازم دور، خواستم بندازم جلو گربه. حالا من میگم من باشون صحبت میکنم. حالا هی بگو دوست عزیز. بله. و ببینیم خودشون چجوری هم قادر به همکاری هستن یا نه. باشه چشم. مرسی از مشاورتون های دکتر. من 2-3 تا مورد دیگه هم هستش که بعداً تماس میگیرم، در اسرع وقت باهاتون صحبت میکنم. باشه. واقعا مرسی از جان. من تا ساعت 4-5 میتونم جواب گروه تلفن هر روز تا ساعت 4 و 5. بله. مرسی ممنون. به غیر از جمعه ها. متوجه شدم. ایشالله که من مشکلم حل شه، از خجالتتونم در میام. انشالله آقا. امری، فرمایشی، سخنی. قربان شما، به خدا میسپارمت. خدا نگهدار. خدا سیکسیر. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. اگه با ویدیو حال کردین لطفاً ویدیو رو لایک و چنل رو سابسکرایب کنید. دمتون گرم.